سلام بینندگان ارجمند. امروز ما در برنامه وابسته به دفن فوتیده‌هایی که از بیماری‌های گوناگون این دنیا را پدرود گفتند، اینچنین دایر به منع توی معرکه‌ها در اساس دستور کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم جمهوری تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. در صحبت امروزه ما اشتراک دارند استاد عبدالعلیم نورسوف. خوش آمدید استاد. خب طور معلوم امروزها در شبکه‌های اجتماعی دایر به همون فوت کسانی که از بیماری‌های گوناگون یا بخصوص از کرونا ویروس این دنیا رو پدرود گفتن، یعنی به قول بگوییم که فوت کردن. خب بعد گرانیدن آنها بالای قبرشون به قول گوییم سلفن میگذارن، یعنی سلفن پیج میکنن که به شک این عمل اکثر مردم رو یعنی به تشویش آورده است و یک هراس یعنی در دل مردم جا کردن و به قول اکثرا به این عقیده هستند که شاید این بیماری خیلی تا آن اندازه خطرناک است که از گورم به مردم یعنی سرایت میکند. خب قبل از آغاز برنامه باید یادآور شویم که صحبت تلفنی نیز با چندین طبیبان سرایت شناس ما داشتیم وابسته به همین موضوعی که امروز ما مطرح داریم، در مورد آنه که مثلا تا کدام اندازه میتواند اون بیماری های سرایتی به خصوص کووید 19 که بعد فوت انسان در قبرستان ها که مردم گورها رو سلفن پیج میکنند برای مردم سرایت داشته باشد. یک سوال گذاشتیم، متخصصان ساحه تندرستی نیست این عمل رو یعنی رد کردن و گفتن که هیچ سرایت ندارد، مثلا این عملی که مردم میکند از روی منطق و از روی اساسهای علمی نیست. پس این فهمیده میشود که خود مردم شاید خودسرانه به این کار راه دادن. خب در همین زمینه میخواستم بدونیم که از نگاه تعلیمات شرعی خب این عمل تا کدام اندازه جایز است یا نه، یعنی در منظورمون همون پیچانیدن گورها با سلفن. به اکثر مردم معلوم است که این یگام اساس علمی و اساس دینی ندارد و در تعلیمات نیوگان هم نآمده است. اگر چند مردمی که این کارو میکنن با این اون دلایل پوچ و ضعیف مطرح میکنن که باید همین باشد، این باید ندارد و در تعلیمات نیوگان در عرف مردم هم هیچ وقت نآمده است که یگام گوره که تازه اگر به میان آمده باشد و او را بالاش سلام بشانند. بر هر چیز زودتر اگر یک گل و گیاه سر بزند از این خاک نو، این هزارها حکمت و رحمت خاص پروردگار رو دارد. مثلا یکی از با اصطلاح عادی کرده گفتم من کردن از رحمت خاص پروردگار است که باران رحمت خاص پروردگار است بر سر خاکی که آمد. خاک خصلت طبیعی خودش را دارد، گل میرویاند، گیاه میرویاند. پس بستن یا منع کردن به هر چیزی که نباشد، به کدام محصولاتی که نباشد، پوشانده روی قبر از دیگاه تعلیمات سنت ممکن نیست. اما امروز عادت شده است به مردم، هزارها عادت شده است، حتی از عادت به خرافات گذشته است. اگر ما در موضوع خرافات اندک ایستاده گذاریم، میبینیم که مردم چگونه با یعنی فرهنگ قبرداری را چگونه با راه ماندن. فرهنگ قرآن و سنت و نیاگان فرسخ‌ها دور مانده است. به سبب کاهش بدن معرفت مذهبی، به سبب کاهش یافتن معرفت معنوی مردم، دیگر اون اصول و اعتقاد و اون روش و مثلا قبرداری و قبرنگارداری دیگر از عنعنه اجدادی دور مانده است. یکی از اون دور ماندن همین علامت پیچاندن مثلا پرده‌های پلی‌اتیلنی به گرده ها است که در اینجا یگام دلیل ضرورت ندارد، یگام یعنی از جانب این کار میکردگی هیچ دلیل علمی ثابت نیست و برخلاف سنت است، برخلاف قرآن و شریعت است. این کار نباید انجام داده شود. متاسفانه امروز در عموم مردم چنین عنعنه شده است که میل و رغبت های خاص خودشان را در خصوص قبرداری، میل و رغبت های خاص خودشان را اصول و معیار قرار دادند و از کسی نمیپرسند، با کسی مصلحت نمیکنند و مادامی که رسومی مثلا دینی هست از صاحب دین، از مثلا منظورم از اهل علم در خصوص دین نمیپرسند و هر چی خیلی خواهند. حتی کار تا جای رسیده است که عکس های هم میگذارند، در سر قبر عکس میگذارند و این مثل همین هزارها عملی هست که برخلاف تعلیمات سنت قرآن است. هزارها عمل است. مثلا در جامعه ما دیر باز بیش از 12 سال شد قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و جشن مراسم فعالیت کرده است. خیرات مردم رو بیدار کرده است. مردم خیراتور شدند، یعنی خراجات مردم عقلانی شده است. اما متاسفانه فرهنگ قبرداری و قبرسازی از مد نظر جامعه دور مانده است.
میلیون هایی که در قبرستان مصرف می شود، مگر این خوب نیست که اون صدقه جاریه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگوید که مادام یه جایی رو آباد کردی که تا زمانی او آبادی هست و خلق خدا از اون منفعت میگیرد، درون قبر پرنور است. درون قبر یعنی صاحب قبر مغفور است، خدایی نمیبخشد. و خوش به حال پدر و مادری که فرزندان را چنین تربیت میکند که بیشتر به باطن قبر احمدیان، به آبادی باطن قبر، نه به ظاهر قبر. مسلمان نباید قبر پرست باشد. مسلمان نباید 90% مسائل ساختمانیش به قبرستان ببرد. مسلمان مادامی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله شنیده است که صدقه جاریه سه چیزی مستقیم است. یکم علمی که با مردم داده می شود از جانب شخصی، تا زمانی که علم عمل میکند و انسان با اون عمل میکند، در نامه مال این صدقه جاریه ثبت است. و فرزند نیک و دیگر صدقه جاریه. حالا کسانی که مثلا سلفن پیج میکنن یا مقبره میسازن، میشود که طبق تعلیمات سنت و قرآن این مصارفی که به قبرستان مصرف کرده میشود، به بارگاه مقدس علمی، به باغچه‌های کودکانه، به مکتب و مدارس، به دانشگاه‌های عالی، با یک نیازمند فقیر و نیازمند و نادار مصرف کرد. یک مثال عادی، اگر برای انسان بجای اینقدر مصرف‌های بیهوده یک عرابچه معیوبی به معیوب یعنی هدیه کنند، چقدر اجر پاداش دارد. اگر فرزند امروزه فرض کردیم که پدرش در قید حیات باشد، فرزند به زندگی پدرش یک معیوب را عرابچه معیوبی هدیه کرد و همین خبر خوش رو به پدرش رساند. پدر از خوشحالی در جامش نمی‌گنجد که فرزندم خوش به حالت، کاری خوب کردی، کاری با ثواب کردی. یعنی خوشنودی و خوشحالی پدر حد و کنار ندارد. پس همین فرزندای بناموس هم باید از اون میلیون هایی که در قبرستان ها مصرف میکنن باید در حیات روزمره مردم باید مصرف کنن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه خیر الناس انفعهم للناس، بهترین جوانمرد کسی است که منفعت مادی و معنویش به مردم بیشتر برسد. ولی مثلا مسئله سلفن پیچانی این مسئله عادی است. بیشتر از سلفن هزارها مصارفی هست که این باید جهت بلند برداشتن معرفت معنوی مردم در این ساحه باید کار کرد. مصارف حد زیاده که در جای مصرف می شود که نه به منفعت خلق است، نه به منفعت خود همین مرحوم است و نه به منفعت آباد کننده است. اگر هرچی میتونن گل و گیاه بشنانند، درخت بشنانند، همون مکان اگر طبیعی شود یا سنگ گذارند، اگرچه در نوشتجات امروز بحثا هستند اما باکی نیست، اگر نام و نسب نویسند بشناسند که این قبر از کیست. برای همین تعلیمات اسلام در همین زمینه در خصوص فرهنگ قبرداری و قبرسازی مخصوص با آن روانه گرداشته است که مردم پسمانده، ذریه پسمانده و وارث پسمانده مرحوم یا مرحومه بیشتر به باطن قبر اهمیت دهند که نکوکار باشند، دست به کار و دل به یار باشند، خدا از اینا همیشه راضی باشد. مردم بی آزار و بی ضرر باشند، مصرف و مصارف در جایی کنند که خدا را خوشنود میکنند. و اون ساختن و مثلا قدر بی اندیشه مصرف کردن در قبرستان ها نه خوشنودی خداوند است، نه خوشنودی صاحب قبر است. سلامت باشین. خب استاد، در اینجا که سخن در مورد انمون پیچانیدن قبرها گفتیم با سلفند رفت، اگر در این شب روز کسانی پیدا شدن هنگام سازی میکنن برای یک ترس و وهم و واهمه انداختن در جامعه، برای که جامعه را آرام کردن، خب تفکر مردم رو مثلا به قول گویم ویران سازن، از پیش خود رفته و مثلا خبرها رو سلفان پیچانم نشان دهند که انمین فوتیده ها از بیماری مثلا کرونا ویروس بود، خبرهای بر زیاد در پهلوی انمون به فوتیده چسبونن. خب از نگاه این تعلیمات مذهبی آیا مرتکب گناه میشن که مردم رو در چنین حالتی وهم و ترس میارن اگر قصدن انمین کار کرده باشن؟ دلایل زیاد هستن برای گناهکار بودنشان. دلیل اول و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. هر کسی که ذره یا خردتر از ذره کار نیک میکند به خودش برمیگردد و کسی یک ذره یا خردتر از ذره کار بد میکند به خودش برمیگردد. یعنی در حیات دینیش آثار پیامد ناگوار دارد، در حیات دنیویش و در حیات اخرویش در پیشگاه پروردگار در حق برادر و خواهرش گناهکار است. و بسیار آیات و حدیث های هستند که به همین دلالت میکنند که شما کوشش کنید مردم خوشحال کنید، نه اینکه مردم در یک حالت ناگوار گرفتار است باز در این حالت ناگوار را ناگوارتر کنید. این خلاف تعلیمات سنت است. پس جوانمرد کسی است که
از چنین نمایش‌ها خودداری میکند. متاسفانه هست آوازهایی که مثلا در یک قبرستان 3 4 تا یا 10 تا قبر احتیاطی کندن، همین محور هنگامه می شود. ببینید البته این فوت زیاد است که چنین کردن. باشه در شهر است. مثلا آماده بودن قبر در هر شب روز هیچ باکی نیست در اسلام. در زمستان در تابستان فرق ندارد. این معنی رو ندارد که قبر بسیار کردن مردن زیاد می شود. از باب احتیاط است. روزی می شود که آدما قبرکن نمی یابند. پس این بودن قبر آماده مثلا تعداد 5 6 در کدام قبرستانی که نباشد، این نباید ورد زبان همه آدم باشد، همه کسان باشد و حاجت به هرزگویی و خودبافی نیست. لیکن متاسفانه هیچ گل بخار نمی شود. این خارهایی هستند که خودشان به گل نزدیک میگیرند و همنشینی گل میحسابند، اما متاسفانه یگام همنشینی گل به این خارها اثر نکرده است. امروز روزی ناموس است. با کدام راهی که نباشد مردم از پشه نباید فیل بسازند و این مردمی از پشه فیلساز خیلی کمند، ولیکن دستی طولانی دارند در از روی بیکاریشان، از روی نداشتن خصلت جوانمردیشان. اگر کمر همت بندد در بری کسی که مثلا یکی از نزدیکان از دست رفته است، کنار اون نشسته همدلی کردن، همدردی کردن، با اون غم شریک بودن، مگر جوانمردی نیست؟ نگذاشتن چنین رولک‌ها در شبکه‌های اجتماعی جوانمردی نیست؟ خاطر مسلمان را آسوده نگاه داشتن با نگذاشتن همین فعل بد جوانمردی نیست؟ یا که مثلا سلفان گذاشتن بالای قبر. خب این عادت‌ها بودند در بخش در مردم مثلا شهر، در بعضی مناطق. ما تقریبا 2-3 سال پیش میدونم که این عادت بود. ما همون وقت گفته بودیم که ضرورتی ندارد به این سلفان پیش کردن قبرها. به خاطر چی بود؟ به خاطری که مثلا باران زیاد نشود، قبر مثلا فرو نرود. چون این اعتقاد دارند که مثلا اگر باران شود همین فرو می رود یا میشیند. ببین نیاگان ما چیکار میکردن؟ وقتی خاکتوده که توپ میشد بالای میت، آب میشپیدن که هر چیز زودتر گل و گیاه روی او بروید. تمام. وقتی آب نمیشن نم میگیرد، نم که شد همین خاک سخت میشه. ضرورتی به سلفان پیچوندن به این قدر هرزگویی، به این قدر محابات نمیماند. ما متاسفانه چون در اول گفتم همین است فعل اکثر ما که همین میل و رغبت های خاص خودمون رو معیار قرار داده. بخش در خصوص قبرستان است این چیز. ما نگاه نمیکنیم که قرآن چی میگوید، سنت چی میگوید، تعلیمات نیاگان چی میگوید. بابا اجداد ما چگونه یعنی فرهنگ قبرداری قبرسازی داشتن. از خودمون هر چیزی یعنی ساخته و بافته میکنیم. مصارف گذشته را ببینید. گذشته ما در قبرستان بیشتر مصرف نمیکردن. همیشه یک چیز در ذهن عمومی مردم و در نیاگان ما، اطراف قبرستان باید مستحکم محکم کرده شود تا اینکه حیوانات به این راه نیابند. عمومی فرهنگ سازیش با قبرستان همین بود که همه قبرها از ضررهای مثلا چارپایان ایمن بمانند و از سوختار ایمن بمانند. در خصوص قبر کسی اندیشه نمیکرد که مثلا مصرف نداشتند. پس امروز مردم نسبت به سالهای گذشته و نسبت به 10 سال گذشته باید صرفه‌جوی باشد، احتیاطکار باشد. و متاسفانه این چیز هست در ما که در خصوص فرهنگ مثلا نگهداری قبرستان ها یک ذره مبالغه شده است و از جاده حق مردم دورتر ماندن. در همین راستا می‌خواستم یک سوال دیگر کنیم. شما در مورد خواسته ها گفتید مثلا اکثر مردم امروز به خواسته های خود کار میکنن. خب دین مبین اسلام عموما به عقل اون چیزی را که ما خود بها میدهیم موافقت میکند، یعنی که شریعت با عقل چگونه سازش دارد؟ خب در خصوص عقل و عقل مداری و خیرت ورزی، بخصوص در فرهنگ قبرداری و قبرسازی یا نگهداری قبرها، در اینجا عقل انسان به کار نمی رود. عقل انسان توان و برداشت اون فرهنگ، اون سنت، اصول اعتقاد را ندارد که خودش بفهمد. مثلا علی رضی الله عنه میگوید که اگر من با چشمان سرم نمیدیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روی مسیح را مس میکشد، به خدا قسم عقل خودم میگه که تگ مسیح را مس بکش، که تگ مسیح افلاس میشود. پس عقل در اینجا کار نمیکند. مادامی که رسم، یعنی معنای عقل به نقل تکیه میکند. نقل دین است. از نگاه دیگر عقل باید نگاه کند که قرآن و سنت چی گفت و تعلیمات نیاگان چگونه بودند. میل و رغبت در اینجا رول نمیبازد. آدم بعضی وقت به خطوات شیطان داده میشود. در خصوص قبرداری خطوات شیطان همین است، کاری انجام میدهد که هرچی دلش بگوید، نه کاری انجام میدهد که به علم و اسناد و سند شرعی تکیه کند. یگانه دینی که در دنیا عقل ستیز نیست و با علم ستیز نیست، این دین مبین اسلام است. پروردگار عظیم‌الشأن بیش از 43 بار نام مبارک عقل رو در قرآن گرفته است
و بندگانش رو پروردگار با خطاب ربانی، با خطاب‌های خاص ربانی، با تعقل و تفکر و خوب اندیشی ترغیب و تشویق کرده است و از اندیشیدن، تفکر و تدبر و تأمل نکردن هشدار داده است و بیش از 1000 بار نام علم را گرفته است و اولین لفظی که از خدا نازل شده است لفظ اقرا، لفظ بخوان است. پس وجود دین علم است، عقل است، خردورزی است. امروز با مثلا پیشرفت دنیا، ظهور تکنولوژی و فناوری، این همش تشکل عقل و خردورزی انسان است، خرد جدید است. اسلام و دین مبین اسلام به این ضدیت ندارد، برعکس تشویق ترغیب میکند. کسی که با علم و تکنولوژی در خدمت خلق خدا قرار دارد اون ثواب بیشتر دارد یا کسی به بیل و کدمن در خدمت قرار دارد؟ یعنی کسی که دایره خدمتش وسیع است، با منظورم تکیه با تکنولوژی و فناوری است، پیشگاه پروردگار محبوبتر است نسبت به کسی که خدمتش به خلق خدا اندک میرسد. پس امروز عنعنه ها را بینید. هنوز اول بهار که آغاز میشد من مشاهده کردم بعضی عملهای در بعضی قبرستان ها، یک گروه نورس ها، اطفال و نورسان بیل و کلان در دستشون دارند و در قبرستان ها میگردند برای به خاک داده تبدیل دادن قبرستان ها، قبرهایی که مثلا صاحب درکان اون زیارت میروند. از اونها پول و مبلغ ناچیزی میستانند، 15 سومن یا 20 سومن یا 30 سومن و برای خاک داده کردنی همین قبرستان. یعنی قبر کسی، یعنی گل و گیاهی که نورسته رو تازه میکنن. یعنی قبر زمین است، زمین طبیعی است، طبیعت فعل خودش دارد و گل و گیاهی که میروید اینها در اندیشه مردم از کجا این خرافات جا گرفته است که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. این عنعنه نیاگان ما بود. هر گیاهی که از زمین میروید هزارها حکمت خاص خودش دارد. بله. از حکمت خاص برخوردار است. پس در اندیشه این اطفال و نورس کی جا کرده است که باید این قبر آسوده طبیعی با گل و گیاه مثلا زیبا گردیده از جانب پروردگار زیبا کرده شده باید همزمان هنوز در آغاز بهار باید به خاکدره تبدیل کرده شود. مفکوره بیمار است، تفکر ناسالم است و در اینجا دوراندیشان کنار نشستند، اهل علم بخصوص خادمان دین کنار نشستند و چی بماند به اون متصدیایی که در قبرستان ها هستند. درویدن مثلا علف و گل و گیاهی که در قبرستان است تا اینکه رو به تنزل نیارد، یعنی زمانی درویدن ممکن است که رو به خشکی بیارد. پیش از اون درویدن ممکن نیست. تعلیمات دین در این باره بسیار فراگیر است و چون این عادت ها از بین مردم باید هر چه زودتر بیشتر از بین برده شود. ما ملت تمدن آفرین، ما ملت مسلمان هستیم. در اینجا باید نقش اسلام مسلمانی، نقش قرآن و نقش سنت و تربیت نیاگان در خصوص فرهنگ قبرداری باید اسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر ندانستی از عالم کارشناس متخصص بپرس. همین عالم کارشناس متخصص در اصول اعتقاد به فرهنگ قبرداری و رعایت فرهنگ قبرداری و قبرسازی اینجا اهل علما هستند و خادمان دین هستند. باید به چون چرا پرسیده شود. عصر 21 است. اگر دیدار ضرورت نیست با تلفن میتونید بپرسید که کدام معیارها رعایت کرده شود تا هم راضی پروردگار به جا بیاید، هم یعنی روح مرحوم برنجش نیاید، چون که مصرف می شود، مصرف پرس و پاس دارد و کدام عملها انجام داده شود، کدام معیارهای شرعی رعایت کرده شود که هم ذریه باقی مانده مثلا همین مرحوم هم خداش خوشنود باشد، هم مرحوم روحش شاد باشد و هم کسی که کار نیک کرده است از کار نیک خوشنود باشد. متاسفانه به چشم می رسد که قبر تازه گور کرده شده، نگاه میکنیم در بالای یک چوب دراز گذاشته شده است، یک چاینک شکستگی هم بالای گذاشته شده است. زیر همون چوب یعنی بالای قبر یک پیاله شکستگی گذاشته شده است. در جای دیگر شاخ گوزن است، شاخ آهو است. خب اگر مسلمان هستیم، اگر اعتقاد به خدای یگانه داریم، در مراسم دینی چرا نمیپرسیم از متخصص که آیا همه چیز جایز است یا نیست؟ کسی که چاینک شکستگی میگذارد حتما خرافاتی است دیگر. خرافات یعنی فساد عقلی، نابسته به سطح اجتماعی انسان. دین به ذات خودش عیب ندارد، دیندار به ذات خودش عیب دارد. فرهنگ دینی هیچ وقت خرافات را ترغیب تشویق نمی کند. شخص دیندار از روی ناسالم و علم کافی نداشتن، پس بودن معرفت معنوی و اخلاقی انسانی، رعایت نکردن ارزش‌های انسانی، دست به خرافات بزند. خرافات فساد عقلی است. و کسی که چاینک شکستگی میگذارد چی مقصد دارد؟ و کسی که شاخ گوزن میگذارد چی هدف دارد؟ حتما او را یا تلقین کردن،
عقلش رو فساد کردن که این شاید همین چاینک شکسته یا شاخ گوزن یگام نقش و تاثیر در درون قبر دارد و این موجب تاسف است. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه با یکی از دوستانش نشسته بود، یک گدای از درش در آمد، دست دراز کرد و چیزی پرسید. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه از جایش خست و ردایش رو برآورد، یعنی جلکش رو یا جامهش رو ردایش رو بدر کرد و با کتف اون گذاشت، گفت این هدیه تو است. و این کسی در نزدش نشسته بود گفته برادر این کو همین 1 درهم 2 درهم نیاز داشت، این چیز را اینقدر ردای قیمت برای هدیه کردی؟ گفت تو اینو نمیشناسی، این کسی است که از دوستای پدرم بود، پدرم دوست می داشت. یعنی همین گدا، همین تلبنده پرسنده پدر مرا دوست داشت. نه تنها ما به این گدا چیزی صدقه کردم، روحی پدرم را با زیباترین و قیمتترین چیز شاد کردم. مردمی ما باید چشم فرهنگیش بیدار باشد. چشم فرهنگی در خصوص قبرداری همین است که به زینت قبر بیشتر اهمیت ندهند، به باطن قبر نکوکار باید باشند، عالم و دانا باید باشند، صدقه جاریه برای همانند. این یک چیز علاوه کردنی هستم که تصمیم پیشوای ملت در خصوص آبادانی، مثلا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی، ببینید میلیون ها میلیون آبادانی ها، اگر این در ترازی عقل ببینیم عقل عاجز است از حساب کتابش، لیکن ببینید کسی که چگونه آبادی که نکرد مگر این آبادی شخص آباد کننده تنهاست یا در نامه اعمال پدر و مادرش اول ثبت است. دلیل همین است که پیش از آن که ثواب به نامه اعمال آباد کننده برسد، اول نامه اعمال پدر و مادرش سنگین می شود. دلیل زمانی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیه السلام کعبه را بنیاد کردند، تا وقتی که دنیا بینا است میلیاردها میلیارد مسلمان ها طاعت عبادت میکنند، چه بخواهند چه نخواهند در نامه اعمال این پیامبران علیهم السلام ثواب اول ثبت میگردد. پس امروز بهتر است و خوبتر است و تعلیمات قرآن و سنت همین است. خوشنودی پروردگار روح گذشتگان همین است که قبرستان را درونش آباد کنند، نکوکار باشند، عالم و دانا باشند، توانایی علمی داشته باشند، خیرد ازلی مسلمانشون را بیدار کنند که مثلا مصرف را از عالم اموات به عالم احیا بگذرانند، به مکتب مثلا به دانشکده ها و دانشگاه ها و جایی که به نیازی به کمک دارند به اونها اگر برسانند، هم خوشنودی خداوند است، هم خوشنودی روح است، روح روان گذشتگان است، هم یعنی محبوبیت همین صدقه کننده و بینا کننده در چشم مردم است. درست است که پدرداری دولت است، مادرداری جنت است، خواهر و برادرداری سعادت است. این سعادت ها بیکران هستند، لیکن مردم شرفمندی ما باید بدانند که در خصوص قبرداری و قبرسازی و آبادانی نگاهداری قبرستان ها به میل و رغبت های نفسانی و شهوانی خودشون داده نشوند. با اون میل و رغبت هایی که آدم یک بار از عزیزش جدا می شود، بعد دیگر خمار میگیرد که هرچی بیشتر هرچی که دارد داره در اون مصرف میکند. این بسیار نادرست است. دایره در احیا باید مصرف کند که این هم ذخیره آخرتش می شود، هم خوشنودی روح گذشتگانش می شود، هم خوشنودی پروردگار می شود. این از تعلیمات ناب اسلام. تشکر. خب بینندگان ارجمند، در همین زمینه گزارش آمدن همکاران ما که با هم تماشا میکنیم، سپس برنامه را ادامه میدهیم. имсол нисбат ба солҳои гузашта боришот зиёд гардид ва дар оромгоҳҳо ба хотири шуста нашудани хоку фурӯ нарафтани қабрҳо болои онҳо бо плёнкаҳои полиэтиленӣ яъне салафан пӯшонида шуд. аммо ин ҳолат дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садоҳои зиёдро ба бор овард ва баъзе нафарони манфиатхоҳ инро ба он рабт доданд ки гӯё болои манзили нафароне бо плёнкаҳои полиэтиленӣ пӯшонида шудааст ки аз бемории коронавирус гузаштанд. аммо ин дар ҳолест ки баъди мутаддил шудани обу ҳаво, кормандони оромгоҳҳо ва наздикону пайвандони нафарони фавтида аз болои қабрҳо плёнкаҳои полиэтилениро мегиранд. муддати 15-20 сол меша ки дар ин мазор кор мекунем. мисол ҳамин салафан аз пеш пӯшида мешуд. ҳамин чизо салафан пеш 10 сол 15 сол пеш ҳам мекардан ҳамин чизо. ба хотири чӣ? ба хотири манзил қабр мисол начукида нарафтан штаму. ин ҳамин сабаби салафан ҳамин чиза дорад, дигар чиз нест. дар ҳамин қабристоно ки салафан пӯшонда мешавад, ин сабаби бинед ки боронгариҳо ин пешгирӣ кардани мисол ҳамин салафан қаброе ки дурун намеранд. манзила пешгирӣ кардани манзило ки мисол ҳамин манзило дурун нараванд. با همین مقصد ما سلفان میپوشونیم، با دیگه مقصد زیادی نیست. اینجا ҳамин ҳолат яъне пӯшонидани болои қабрҳо дар ҷомеа бахусус дар шабакаҳои иҷтимоӣ нигарониҳои зиёдро ба бор овард ки гӯё нафароне болои қабрашон бо салафан пӯшонида шудааст ки аз бемории сироятии COVID-19 вафот карданд. дар ин сурат бархе шахсони каммаърифату манфиатхоҳ аз вазъият истифода карда мардумро ба таҳлука меоранд. аммо ҳолати воқеӣ бошад дигар аст.
зимни наворбардорӣ мушоҳида гардид ки нафарони соли 2015 фавтиданд болои қабрашон бо салафанд пӯшонида шудааст. албатта ин собитгари он аст ки баъзе нафарон дар сомонаҳои иҷтимоӣ ба хотири манфиат маълумоти бардуруғ паҳн карда мардумро ба таҳлука меандозанд. гармӣ даромад мо мисол салафона якта ба якта манзила якта соҳибош омода гирифтодиянд. ина мо коргари қабристон ҳамишуда гирифтодем. тамом боронгарӣ тамом шуд. мисол гармӣ даромад мо салафона якта ба якта аз сари манзил гирифта мисол як ҷо мондастем. мардум мисол барои ин чизо хабарҳо вои чи бовар накунад, дилшон мисол дур нарава, ягон касали ягон чиз вуҷуд надорад. сариосиё аз калонтарин оромгоҳ дар мамлакат маҳсуб меёбад ва қариб ҳамарӯза дар ин ҷо маросими дафни нафароне гузаронида мешавад ки бо сабабҳои гуногун вафот мекунанд. саросадоҳое ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ пайдо шуданду қабрҳои бо плёнкаҳо пӯшонидашударо нафароне аз бемории коронавирус вафот карда медонанд асоси воқеӣ надорад. шояд инро нафароне таблиғ мекунанд ки манфиатдор ҳастанду мехоҳанд мардумро ба таҳлука андозанд. чанде пеш агар шумо низ огоҳ ҳастед ки кумитаи дин дар асоси тавсияҳои созмони ҷаҳони тандурустӣ вобаста ба тартиби муносибати бехатар бо анамин ҷасадҳои қурбонии коронавирусро нашр кард. хоб мегуфтед ки ин тартиб чӣ гуна талаботро дар бар мегирад? қабл аз он ки бигӯем ки ин тартиб чӣ гуна аст, ман ҳаминро мехостам бигӯям ки кумитаи дин мақоми ваколадори давлатӣ оид ба дин аст. пас ҳар масъалае ки оид ба дин бошад, кумитаи дин масъул аст ва ҳар тасмиме ки мегирад ва ҳар қарор дастуре ки аз ҷониби кумитаи дин қабул мешавад, ин тасмим ва ин қарор оддӣ нест, бояд тамоми мардуми шаҳрҳомади тоҷикистон хуб гӯш кунанд ба ин тавсия амал кунанд. ҷои ҳарзагӯӣ, ҷои масалан қабул дорам надорам ин чизо набошад, чунки ин мақоми ваколадори давлати оид ба дин беасос тасмим нагирифта аст ва бе тавсияи мутахассис амал накардааст. ба ҳамагон маълум аст ки дар асоси тавсияҳои созмони ҷаҳонии тандурустӣ, яъне дар мувофиқа бо он касоне ки мутахассиси соҳа ҳастанд, ин тавсияҳоро баромонда аз кумитаи дин бояд риоя карда шавад ва саросар ҳикмат аст, хайр аст, манфиат аст. умуми ин тартиб ҳамин аст ки аз аввали кор то ба охир 100% ҳушдор медиҳад шахсе ки аз парастории бемор сар карда то ба масалан фавту, то ба такфину, шустушӯу такфин, то ба дафн, ба ҳамин корҳо сару кор доранд. тибқи тавсияи кумитаи дин бояд ки ба тамоми лавозимоти худ муҳофизатӣ муҷаҳҳаз бошанд. ин аз боби эҳтиёт аст. агарчанде дар созмон омадааст ки байонаи созмони ҷаҳонии тандурустӣ омадааст ки масалан ҷасаде ки масалан бо ҳамин бемории сироятӣ аз дунё гузаштааст осебпазир нест, лекин аз боби хузу ҳидракум дар ду ҷои қуръон омадааст ки эҳтиёт фарз аст, эҳтиёт кардан мумкин аст. дар тавсияи кумитаи дин омадааст ки масалан аз рӯзе ки шахсе ки ба бемории сироятӣ гирифтор асту дунёро падруд мегӯяд, бояд ки ба он наздик нашаванд. масалан одати мардум чи аст? бусидан аст, масалан наздик шудан аст, фиғон бардоштан аст, нохоз наздик шудан аст, наздик шудан асту аз ҳуш рафтану феълое ки ба чашм мерасанд, аз ин бояд худдорӣ кунанд ва дар як тоифаи кӯчаки мардум бояд ба ин сару кор бигиранд. бахусус атфол ва шахсоне ки солор ҳастанд ба ин майит наздик нашаванд ва дар ҳамин замина касоне ки яъне иммунитетшон паст аст набояд ба ҳамин чорабиниҳо наздик шаванд. ва дар хусуси масалан ин инсон мусалмон аст, аз дунё гузаштааст, хоҳ модар бошад, хоҳ падар, хоҳ бародар бошад, хоҳ хоҳар, аз он маросими ки дар таълимоти қуръону суннат омадааст аз ин набояд канор гузошта шавад. ҳатман шуста мешавад, ҳатман кафан карда мешавад, ҳатман бо тоифаи кӯчаки мардум ҷаноза карда мешавад. шарт нест ки анбӯҳи мардум дар он ҷо ҷамъ шаванд ва дар хусуси таъзия баён кардан бояд хуб асри 21 аст, бо тамосҳои телефонӣ таъзия баён мекунанд. агар хеле ногузир аст бо фосила бояд таъзия баён кунанд. масалан яке рафт агар таъзия баён карда баромад, дигаре бояд таъзия баён кунад агар ногузир бошад. пас таълимоти оне ки дар тавсияҳои масалан кумитаи дин омадааст яке бояд риоя карда шавад. ман боварӣ комил дорам ки умуми мардум аз ин тавсияҳо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ бархурдор ҳастанд ва огоҳ ҳастанд ва ино набояд нодида бигиранд, чунки тавсия илмӣ аст ва илман асосан ҳам аз нигоҳи шаръӣ ва ҳам аз нигоҳи масалан тиббӣ. хуб ахиран дар ҳамин замина аз ҷониби кумитаи дин ба ниёдҳои худ як дастурамале додан ки як тавсияе додан ки то
تا موقتا توی معرکه ها در کشور برگزار کردن نشود. خب میگفتید که این محدودیت ها تا به کی ادامه می‌یابد؟ مردم شرفمند ما باید آگاه باشند که با شکرگزار باشند که دولت داریم همیشه بیدار، ساختارهای داریم همیشه بیدار و ساحه‌های داریم همیشه بیدار. در همین زمینه سری وقت تدبیرهای هشدار دهنده، بیم دهنده و احتیاطکارانه براه مانده می شود تا ملت و دولت در یک جایگی سالم بمانند. هدف اساسی براه ماندن این آن چاره‌بینی ها یا تصمیم گیری وقتی که از نهاد دولتی تصمیم گرفته می شود حتما سنجیده است، علما اساسناک است، نه به دین مخالف است، نه به دنیا مخالف است. هدف بهداشت حیات شهروندان است. یعنی سالم نگهداری فضای مادی و معنوی دولت و ملت است. پس امروز تصمیمی که از جانب کمیته دین گرفته است تصمیم خیلی عاقلانه است، تصمیم خیلی سری وقتی است. امروز از تجمع باید مردم خودداری کنند. من بارها گفتم که حرم خدا بسته است، از فرض خدا مردم کنار ایستادند و مسجدها با تقاضای زمان بسته هستند و چنانکه که هممون آگاه بودیم میدونیم که نمازهای تراویح، افطارهای دست جمعی، همه گونه تجمعات، کنفرانس و نشست‌های علمی و بارگاه علمی مثلا مکتب و دانشگاه هم سبب چی بود؟ هدف چی است؟ هدف سالم نگهداری ملت و دولت است. این غمخواری از جانب پیشوای ملت اول سر کرده، دیگر با تمام ساختارهای حفظ حقوق و تمام ساختارهای دخلدار و از آن جمله متصدیان و مسئولین کمیته دین غمخواری به واسطه اینها نسبت به خلق خدا است، نسبت به مردم است. یعنی این امتحان یعنی زودگذر خداوند است، زود میگذرد و هیچ گپ نیست یک ماه پس احتمال توی شود. این خداوند خودش بهتر میداند. 2 ماه پس میتونن که توی برگزار کنن. اما راه دیگر هم هست که میتواند که در مثلا توی را با عقد نکاح برگزار کنن به تجمع و به معرکه آرایی و این تقاضای زبان همین است. اگر خیلی ناگزیر است که مثلا باید که ازدواج کنن، خب طریق ازدواج کسی نبسته است. عقد نکاحشان عقد میکنن و نکاحشان براه میدارد. رسما از دیدگاه قانونی زن و شوهر هستند. شرط نیست که انبوه مردم باید جمع کند و کی کفالت میدهد که کسی از این مهمانان بیمار است وقتی به توی میآیند؟ کی کفالت میدهد که یعنی یکی از این مهمانان بیمارا رو میارد یا بیمارا رو میبرد؟ و یک بار انبوه مردم شاید بسیار از آدمایی هستند که خودشون به ویروس به همین بیماری گرفتار نمیشوند، یعنی ویروس بردار هستند. ویروس هم میبردارند، در خودشون اثر نمیکند اما منتقل میکند به کسی دیگر میگذارند. تصمیم سری وقتی است و خیلی عاقلانه است. مردم نباید از این دلخور شوند، بلکه با مثلا خوشبین باید باشند، با مثلا حسن تفاهم اینا قبول کنند و همگان میدانند که هر چی پایبندی است این پایبندی موقتی است برای صلاح بهداشت ملت و دولت است. من در خصوصی هم یک چیز میخواستم علاوه کنم که مردم بیشتر امروز میخواهند که آزاد باشند و هر کسی عاقل است این میداند که تقاضای زمان است. حاجت به هرزگویی و حاجت به بافتن سخنهای ناجا و به ملامت کردن کسی نمیماند. اما هر کسی که متاسفانه عقل ضعیفتر است به راههای منفی، به کارهای منفی دست میزند و عموم مردم باید بدانند که مفهوم آزادی یعنی چی. خواه در خصوص قبر و قبرداری باشد، فرهنگ قبرستانداری باشد، خواه در خصوص خانه نشینی باشد، خواه در خصوص مثلا برپا نکردن توی خرسندی ها باشد، مردم باید بدانند که مفهوم آزادی یعنی چی. آزادی این نیست که هرچی دلت بخواد بکنی. آزادی این است که هرچی حق داری بکنی. زن و شوهر در خانه آزاد هستند مگر یکی حق دارد که حق دیگر را پایمال کند؟ اگر حق که دیگر کسی دیگر را پایمال کرد مگر آزاد است؟ پس امروز مفهوم آزادی با تقاضای زمان باید شرح داده شود. آزاد کسی است که پایبند قانون است. خب از نگاه شما در همین شب و روز نقش یک انسان کامل باید چگونه باشد؟ تشکر برادر. در همین زمانه با در نظرش تقاضای زمان باید که انسان همیشه غذای فکریش باید مدام باشد، همیشه فکرش رو غذا دهد. ما همیشه در خصوص تربیت صحبت میکنیم. تربیت با تغذیه مرادف است. هیچ امکان ندارد که تربیت باشد و تغذیه نباشد، یعنی غذادهی. و انواع گوناگون تربیت است. تربیت ایمانی است، تربیت جسمی است، تربیت عرفانی است، تربیت
اخلاقی است، تربیه جسمی است، جنسی است و انواع گوناگون تربیه است. همه این تربیه ها فقط به یک راه می شود، به تغذیه. یعنی تربیه به تغذیه نمی شود. در همین زمینه همین را میخواستم بگم که انسان کامل کسی است که مدام به تغذیه تفکرش مشغول است. یعنی به عبارت دیگر انسان کامل کسی است که با رعایت عمومی ارزش‌های انسانی انسان است. اگر ارزش‌های انسانی معنوی رعایت نکرد این انسان نیست. در همین زمینه بخصوص در زمان یعنی وجود داشتن این بیماری سیریاتی انسان کسی است که به سوی عالم گوش میکند، بیهوده و بی اساس صحبت نمیکند. اگر چیزی دانستنی شد از عالم کارشناس و متخصص میپرسد، نه از مردم عادی. و در همین زمینه آیت یعنی خطاب ربانی خاص است که و تعاون علی البر و التقوى ولا تعاون علی الاثم والعدوان. و بدانید و آگاه باشید که همیشه با همدیگر در اساس نکوکاری و پارسایی همکاری کنید و اون چیزی که شما را به گناهکاری میبرد و شما را باعث کاهش اخلاقتان میشود در دیگر همکاری نکنید. پروردگار در سوره تغابن آیت 17 میفرماید این تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم والله شکور حلیم. در این آیه مبارکه پروردگار میگوید کیست آن ذاتی که خدا را وام دهد، قرض دهد. پس امروز هر کسی با کار نیکش، با عمل نیکش، با خودداری از هرزگویی، با صدقه، با علم و معرفتش، با کسب و کارش در خدمت خلق خدا قرار دارد، در زمینه خیر الناس انفعهم للناس قرار دارد، بهترین جوانمرد کسی در خدمت خدا و خلق خدا قرار دارد. اگر از جمله همین آدم باشد این کسی است که خدا را قرض داده است. برکت خاص خداوند در عمر تن و جانش می شود، در خاندان و خانه و فرزندانش، در کسب و کارش می شود. این شب و روز اگر چنین با تکرار گفتم شب و روز ناموس است. یا کمر همت بسته خدمت کردن در کار یا ضرر نباید رسانید. این هم جوانمردی است. خب تشکر برای صحبت و پاسخ گفتن به سوال‌ها و روشنی انداختن به برخی نافهمی‌هایی که امروز در جامعه عموما در شبکه‌های اجتماعی بود و اطمینان داریم که برخی ها از این صحبتی که در اینجا انجام شد برای خود اطلاع گرفتن و مطمئنیم که دیگر پی هرزگویان و پی آن کسانی که از اصل واقعه با خبر نیستند نخواهند رفت. و بینندگان ارجمند یادآور میشیم که در صحبت ما بودن سردار شعبه دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه عبدالعلیم نوراسوف. اینجا برنامه ما به آخر میرسد. تا برنامه دیگر خوب و خوش بمانید.